مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع، کل فضای مجازی رو منفجر کرد. اما ماجرا چه بود؟ ویدیو مربوط به فروردین 1403، مراسمی که توی هتل مجلل اسمیناس پالاس تهران برگزار شد و گفته میشه داماد هم از یکی از کشورهای عربیه. بعضی از کاربرها گفتن آقای شمخانی که همیشه مدافع حجابه، چرا برای دختر خودش حجاب نمیگیره تا ما هم ازش الگو بگیریم؟ یه عده دیگه هم گفتن ترور فیزیکی شمخانی شکست خورد، حالا نوبت ترور شخصیتشه. حتی اکانت فارسی موساد هم چند ساعت پیش نوشت تبریک به دختر نازنین شمخانی. شما چی فکر میکنید؟ برای دیدن اخبار روز کشور پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.